سیم گفت برامد یک این تماما ساختی دیگر. توجه عجایباتیش در چه بود که میگه که حصار شهری قدیمترینی تجارتی بود. دوره کشونیان اصلی یک دوی ملودی ده نماز میخوندن. هر یک قبیله هر یک ملت به خودش مسجد داشت. همین دایره بودایی این غار سنی ساخته شدگی بینه خیلی راست همش گشت کاری بودگی. سلام و درودی به پایان به کل هموطنان، به کل فارزبانان، به کل مسلمانان روی دنیا. روز همگی به خیر و شادی باشد. امروز روز سعید جمعه، روز سعید هم به همت مبارک باشد دوستای عزیز. البته که نه در تیک تاک یک نوار رو تماشا کردم در شهر حصار باستانی ما. ببینید که میگه که 5 غاره 6 غاره یافتن از خود سال 2011 همه غاره رو یافته بودن. خیلی نفرانی که معلومات دارن من راستی گپ نفهمیدم. در قشلاق جنگلک از این نام شکل نامی نو داره، با نامی نوش نمیدونم چی گفت فراموش کردم. قشلاق جنگلک حصار ده همه غاره رو یافتن. مد همه به قول اروسا اینترسنگیش یعنی به توجه عجایباتیش در چه بود که میگه که حصار شهری قدیمترینی تجارتی بود. بازاری کلانترین که داشت. ای چین می اومدن، ای هندوستان و ای دیگر دولت ها که می اومدن، هر یک غار با خودش یک چی داشت. خب اونوزی میگه مسجد، یعنی اروسا دا کلیسا. دیگر همه اونو بود پرستا هر چی با خودش داشت. میگه همه هر یک غار وابسته به هم تجارتکاری که می اومدن. مقصد که اینا می اومدن بود پرستاش جای الهیده غار داشتن میبردن بود شونا میموندن همونجا بود پرستی میکردن. انا مسلمانوش مسجد داشتن عدل نمیدروندن، مسلمانوش نماز میخوندن. هر یک قبیله هر یک ملت به خودش مسجد داشت، به خودشون کلیسا داشتن، به خودشون مقصد جای عبادتگاه داشتن. این ایره پیشرفتی تاجیکا میگن. نگاه کنید که ما تاجیکا چقدر بزرگ بودیم و چقدر میگه پیش ای میلاد این کارو پیش ای میلاد بودگی. ببینید که ما با همه مهمونامونا، با همه سیاحایی که می اومدن، با همه تجارتکارایی که می اومدن، ما چقدر شرط و شرایط مهیا کردگی بودیم. انا ای را ببینید، انا عجایباتیش در ای که ببینید که ما چقدر پیشرفته بودیم و با همه مهمونامونا جا منزل مکان الهیده داشتیم. این در شهر حصار باستانی ما. این تاریخ گواهی. اینو ببینید برادرای عزیز و کسی که همه جای ما هم ویدیو رو مخصوص برای همین کردم، برای همین میمونم که در کامنت رو بنویسین، رقماتون رو بنویسین. خواهش میکنم من یک بار بیام همینجا رو ای پیش دیدن کنم. من این چیز ده به قول همینجا خوبی دارم در میفورم که برام ببینم هر غور رو درش بدرم ببینم تماشا کنم. خواهش میکنم جوانای هستن همزاد برادرای ما هستن که رقماتون رو بنویسین. من در میام کجانو یک بدریم همینجا رو تماشا کنیم. جنگل کوکیای بچه‌ها یک دست بردارین هوای بگین. انشالله که میریم یک جایی میدریم درون هم غارا رو دیدن میکنیم. خیلی با ما ویدیو رو میمونم خودتون تماشا کنین که این برادر ما چی میگه. اینم مخصوص برای شما ببینید و حلاوت ببرید. انا ایره پیشرفته میگن، انا ایره میگن ملت سربلند تاجیک، ملت کنددار، ملتی که هم پیدایش آدم تا به حاضر ما هستیم و اولش خدا و آخرش خدا میمونیم. باقی سربلند و خانواد باشین. سلام و درود به همه فارزبانا. یکم چی من غاری که میبینه غاری بودایی دوره کشونیان اصلی یک دوی ملودی ده، یک پیش از میلادی یک دوی ملودی دوره کشونیان. این یکم غاری که برآمد سال 2011 بود. بعد دیوم غار برآمد از اون طرف روش. از کدومش سر میکنیم؟ از هم غار یکم برآمد. رفتیم. بعد انا سیم غار برآمد یک این تماما ساختی دیگر. بعد یک تک کار میکنه. این غار یکم برآمد سال 2011. انا اکی عبدالله فلوتلو شدن یک نمود ساکن دیگه کرد. یه محمد
وقتی همین کشاده شد همه یک سوراخی خوردکک بود، یک سوراخی خوردکک بود. از همونجا ما در آمدیم همین پایان که گاج داشت ببینه همه اندازه کردگی گاجا ریختگی همین خاک زیر پا رنگی پودره بود. همین وقتی پا میمونه غش کردن میگیره. بعد یک فیلم هم نوری نصر کردی در همونجا تیار کردگی. ما هم گاوا کشک در آمدگیم در داخل همین همین دایره بوده. این غاری سونی ساخته شده ببینه خیلی راست همش گاز کاری بوده بالاش اندازه کردگی. بعد در قسمت بالای سرفه هست، سرفچه هست که بالای او همون مقدسات یعنی همون تجهیزاتی همون جهازی که برای پرستار مانده میشه در همونجا مانده میشه. بعد دو طرف وقتی ما کش شدیم بریا باری وای بود خیلی پوسیده مثل خاکستر شده. همین بریا دو طرفی همین برای نشستن بریا ها بوده. ما با یک چند چی یافتیم با جفت یک جام یافتیم جامای دوره کشانی که از یک که پیش از میلاد تعلق داشت همینجا و در آثارخانه مملوکه تاریخ فرنگی سر بنابراین گذاشته شده است. از درآمدگاه همینجا دریافت کردیم. باز دوام دارد. بعد این یکم غاری که دریافت شده سال 2011 سال. این موقع یک سال بعد این از قسمت شمالی همین غار و یک غار دیگه هم که پیدا داشتن غار سونی ساخته شده که برای اصلا شهر ایسار که شهر تجارت بود برای تمام دین‌ها شرایط مهیا شده بود. این برای دین‌های بودایی کاتولیک سالا میگن وقتی که تاجران می اومدن از دولت‌های بت پرستی وقتی اینجا از چین و از خیتای از هندوستان بار می آوردن برای اونها شرایط مهیا شده بود که گیری خوشونده یعنی رفته وای کردن گیره. دوام دارد. مرحبا. لایحه داریم در آینده باید همین پورا به خف گردانده شود. پورا همین محکم کرده یک یادگاری برای تشریف سیاح‌ها تشکیل کردن در جا لایحه‌اش هست. پیش محکم کردن اساساً در همین غار تپه‌ها پیش از در اومدن جای سوراخی خورده که مردم گاوکشک می‌دادن بعد جای کشاده می‌نشستن که همونجا 21 متر بود. این در کتابا در بسیار کتابا نوشته شده بود. ما در غار سیوم همین دیدیم. وقتی از یک طرف دیواری سوراخی خورده که وقتی ما اول می‌داریم با یک جای دیگه کلان میشه. با در یک قسمت شمالش یک سوراخی ایون می‌داریم با در سه حجره ما در همونجا هم در اومدیم دیدیم. از غار سیوم که دریافت شده سال گذشته سال 2021 روز وحدت ملی روز 27م کشاده شد. ما در زنگ زدن ما در وقت بودیم در پنجکن بودیم برای کنفرانس بود جشن 5500 سالگی سرراز. ما در اونجا بودیم که زنگ زدن که غار سیوم کشاده شد. وقتی ما اومدیم دیدیم یک غاری که از سه حجره عبارت است داخلش گاوکشک نداره بعد اونجا حجره کلان میشه. یعنی دهانی در همین غار خودش محکم بوده درون شده. وقتی که خط چپا شده در اومدگاه غار چپا شده وقتی که مردم خاک میگیرن برای خیش ریختن یک شده میشه. اون سوفایی که بالای ببینید چقدر انداخت کرده. جایی که نریختش پورا با بالاش گاج داشته. این اندوه خیلی همون زمان بوده که 2000 سال. در جا که یک جا دو جا حتی وایان بود خیلی نوشته جهد. بازی همین خیلی همین یادگاری با کدوم نام ثبت شده است؟ همچون دایره بودایی. دایره بودایی. دایره بودایی دههای بستان ثبت شده. نگاه کن.